جمع و تفریق اعداد صحیح یا علامت دار. بچه ها، ما توی این ویدیو میخواییم که جمع و تفریق اعداد صحیح یا علامت دار رو، یعنی اعداد منفی و مثبت رو کامل یاد بگیریم. بیایید اول از جمع شروع کنیم. توی جمع اعداد با علامت موافق فقط کافیه یکی از علامت ها رو بنویسیم، بعدش اعداد رو با هم جمع کنیم. مثلا -3 به اضافه -5 علامتشون چیه؟ منفی. یکی از منفی ها رو می نویسم، اول علامت رو مشخص میکنم، بعد 3 به علاوه 5 میشه 8. -8 جواب آخرمه. توی جمع بعدی یعنی جمع اعداد با علامت مخالف فقط کافیه که دستمون رو بذاریم روی علامت ها تا ببینیم کدوم یکی از اعدادهای ما بزرگترن. بعدش اونی که بزرگتره علامت اونو می نویسیم و کوچیکر ازش کم میکنیم. برای مثال -5 به علاوه 13 دستمون رو میذاریم رو علامت ها. 5 بزرگتره یا 13؟ طبیعتا 13. 13 علامتش چی بود؟ مثبت رو می نویسم، علامت مشخص شد. حالا میرم کوچیکر رو از بزرگی کم کنم. 13 منهای 5 میشه 8. پس جواب من چی میشه؟ مثبت 8. خیلی خوب، الان جمع رو به صورت کامل یاد گرفتیم. حالا بریم سراغ تفریق اعداد علامت دار. بچه از اونجایی که ما جمع یاد گرفتیم یک کارمون زیاد نکنیم، همون تفریق و تبدیل به جمع کنیم. خیلی خوب، برای مثال -3 منهای مثبت 17. بچه ها باید یه نکته رو بدونیم، توی هر عملیات ما 3 تا علامت داریم: علامت عدد اول، علامت عملیات، علامت عدد دوم. توی این تفریق از اونجایی که ما گفتیم میخوایم این تفریق رو تبدیل به جمع کنیم، همیشه علامت عملیات رو از منفی تبدیل مثبت میکنیم، یعنی از منها تبدیلش میکنیم به علاوه. خب بریم سراغش. عدد اولو که اصلا کاری به علامتش ندارم، خودشو مینویسم. پس -3 همون -3 نوشته میشه. علامت دومو چی کار میکنم؟ گفتم تبدیل میکنم به جمع، مینویسم به علاوه. عدد دوم علامتش هر چی بود قرینش میکنم. منفی بود مثبتش میکنم، مثبت بود منفیش میکنم. اینجا چیه؟ مثبت 17. تبدیلش میکنم به -17. پس جواب من شد -3 به علاوه -17. خیلی خوب، این جمع دوتا عدد با علامت موافقه. باید چی کار کنم؟ یکی از علامت ها رو می نویسم، منفی رو می نویسم. 3 به علاوه 17 میشه چند؟ میشه 20. پس جواب من شد -20. جواب -3 منهای مثبت 17 شد -20. خب بیایید یه مثال دیگه هم حل کنیم. -3 منهای -17. عدد اولو گفتم کاریش ندارم، علامتشو می نویسم، -3. علامت دوم یا علامت عملی رو تبدیل به جمع میکنم، به علاوه -17 رو قرینه میکنم، مثبت 17. الان چی داریم؟ -3 به علاوه 17، جمع دو عدد با علامت های مخالف. خیلی خوب، باید چی کار کنیم؟ دستمون رو میذاریم رو عددا، کدوم یکیشون بزرگه؟ 17. علامتش چیه؟ مثبت رو میذارم. خیلی خوب، حالا کوچیکو از بزرگ کم میکنم. 17 منهای 3 مساوی 14. پس جواب شد چند؟ مثبت 14. -3 منهای -17 شد چند؟ مثبت 14. بچه‌ها به همین سادگی میتونید تمام جمع و تفریق های اعداد صحیح رو حل کنید. اگر از این آموزش خوشتون اومده، برای یادگیری آموزش های بیشتر این پست رو لایک و چنل من رو سابسکرایب کنید. با مسپدیا ریاضی جذابه. شاد باشین.